شب آفتابی رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. او فرد خوش‌سیمایی است. وقتی به او نزدیک میشیم افکار شما رو جذب میکنه، نزدیکتر که میشیم برنامه‌ها شما رو جذب میکنه. ایست دیگه نزدیکتر نشو، چون ممکنه صورتت کفگرگی منو به خودش جذب کنه. این لوسبازی‌ها به تو نیومده. این کلمات رو آقای رئیس جمهور به کار بردن. بیجا کردن با تو، همچین میگی آقای رئیس جمهور، انگار با برش بزنم بالا. زبون منو باز نکن. وقتی برای مقام عظما کسی تره خورد نمیکنه، من برای حاجی بنفشه خورد کنم؟ اگه الان دم دستم بود استغفرالله. دولت آقای روحانی رو هم با همون جدیتی که دولت آقای احمدی نژاد مورد لطف قرار دادید باش رفتار میکردید. جدی‌تر و با لطف بیشتر. از اینطور سوال کردن ناراحت که نمیشه. خبرنگارا میگن باید بی‌طرف باشن، در مقابل شما خیلی نمیشه بی‌طرف. نه، تو اشکالت اینه که بیشتر حرف میزنی تا سوال کنی. یعنی گیرندگی و فرستندگی رو قاطی کردی. از قدیم گفتن صندوق صدقات که مس کنه وام میده. راست شکمتو گرفتی، همینطوری میری جلو. عین راننده‌های ناشی که فکر میکنن راهنمای ماشینشون عصای موساست، راهنما رو که زدن میپیچن. وظیفه بقیه است که شکافته بشن. یختون کی باز میشه؟ ببین یه جمله بهت میگم، آویزه گوشت کن قبل از اینکه از گوش آویزونت کنم. از وقتی که به جای تابلوی آقا جون من سرعتتو کم کن دست انداز و سرعتگیر گذاشتن تو خیابونا، بشر فهمیده بود که بعضی جاها به شعور نمیشه امید داشت. ولی تو همیشه سعی کن قبل از اینکه دست انداز کمک فنرتو بشکنه در داغونت بکنه، خودت با تابلو سرعتتو کم کنی. واقعا یه بعد لطیفی توی شخصیتتون هست که سخت کشف میشه. بعضیا هیچ وقت کشف نمیکنن. این که چیزی نیست. مرحوم ابوی رو ندیدی، شاید باور نکردنی باشه، ولی یه بار یه سوالی از مرحوم ابوی پرسیدم که جوابشو نمیدونستم. پرسیدم چه حسی داره که آدم بهترین پسر شاخ شمشاد دنیا رو داشته باشه. فرمودن که جواب این سوالو من نمیتونم بهت بدم، باید بری از مادر بزرگت بپرسی. خب به نظر میرسه که بخوام معطل بشم که تو یواش 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 برسی سر بحث اصلی، زیر صندلیم علف سبز میشه. حرفو خلاصه میکنم، قرقره بدبختی های نظام تو روند جدید از انتخابات به بعد باز شده، همینطوری راه افتاده. آقای رئیس جمهور نظرشون چیه در مورد این تغییرات؟ اون چه نظری داشته باشه، خودش از نتایج همین تغییر موقعیت جرئت نمیکنه نظر بده. خب حتما از اینجا بعد میکنن دیگه. خب دیگه از این به بعد هر کس و ناکسی تو نظام زبون در میاره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردن بله، میفرمودن که تو شهر خسیسا زلزله اومد، هر چی تکون داد چیزی از جیب کسی نریخت، ول کرد رفت. تو نظام ما برعکس شده، انقدر ازش ریخته که کسی هم تا حالا دم در نیورده بود الان در میاره. مصداقی تر بگید، چون اینا که چیزای کلیه، اون بیشتر باید توضیح بدید. مصداقش همین انتخابات شهرداری تهرانه. فقط مونده بود یه سری مناظره و یه تعدادی مشت و لغت تو پک و پوز مقام عظما بزنن، از تلویزیون پخش کنن عین ریاست جمهوری. الان من موندم به مقام عظما در مورد اتمی و سوریه و عراق و تحریم و اینا راهنمود استراتژیکی بدم، یا حواسم باشه که زرقامی شوت بازی در نیاره، یا به قالیباف حالی کنم که بشینه سر جاش. همه این کارا رو میخواد انجام بدید؟ نه خیر، میخوام رو کاغذ بنویسم، یواشکی بندازم تو کیف مقام عظما، شاید خوشش بیاد. تازه الان یه موجی را افتاده سر پیاده کردن فک نفرات نظام. یه مدتی بود مفاهیمی مثل کشت بادنجون پای چش و چال بسیجی ناهی از منکر جلو چشمون نبود. اما منتظر باشید که این مفاهیم دوباره معنی پیدا بکنه. آره خودت هم منتظر باش. همین هفته پیش فک یکی از روحانیون رو تو شمال آوردن پایین دادن دستش. تازه اونی که این کارو کرد نمیدونست که این حاجی قبلا عضو مجلس خبرگان بوده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که یکی رفت تو قهوه خونه نعره کشید آی احمد کیه، بیاد جلو تا له و لوردش کنم. شوته بلند شد گفت چه خبرته، حرف داری بیا جلو بزن. یارو هم شوته رو گرفت زیر مشت و لغت، حالا نزن کی بزن. ملت دیدن داره لط و پارش میکنه، ریختن از زیر دست و پا جمعش کنن. شوته گفت نه ولش کنین بذارین بزنه، گولش زدم، من که احمد نیستم. خلاصه میخوام بگم که این یه خلاصه ای بود از وضعیت داخلی و خارجی نظام. رئیس خیلی ممنون از لطف و حوصله شما، سپاسگزاریم و خیلی ممنون. خداحافظ همگی. عزت همگی زیاد.